توی دنیای مدرن امروزی هنوزم اصالت ویلای کلاسیک دلبری میکنن. چه میبینی؟ میخوام بیشتر آشناتون کنم با این ویلای کلاسیک. 1500 متر زمینشه. این محوطه بسیار جذاب و سرسبزی که میبینید بخشی از زیبایی های لندسکیپ این ویلاست. 4 تا باکس سبز رو داریم توی قسمت های مختلف با نورپردازی که میبینید الان تو این ساعت یه نور فوق‌العاده‌ای هست. و این سرسبزی، محمد اینجا کلبه چوبی رو بگید لطفا، یه کلبه چوبی با صفا و این هم نمای کلی این ویلا. اجرای این ویلا به عنوان یک طراحی کلاسیک یا رومی بسیار زیباست. به واسطه این پنجره های خوبی که دارید میبینید، به خاطر این انحنایی که دارید میبینید، جذابیت طراحی اینجا توی دید ما به محض اینکه میایم بی‌نظیره. تو این قسمت ویلا که مطمئنم محمد براتون شات هم پخش میکنه، آلاچیقو داریم و در کنار آلاچیق تو این فضا استخر رو ببینید. در اینجا در این ویلا همه چی در سایز و ابعاد بزرگه. از متراژ خود حیاتش که 1500 متره و همینطور بنای این ویلا که 1000 متر بنا داریم. اینجا هم که میبینید استخرشه. بازم اونجا ما یه فضای نشیمن مسقف رو داریم و کلی دار و درخت. واقعا دار و درخت این ویلا بی‌نظیره. اینجا هم یه آلاچیق پرگولار کار شده، سقف نداریم ولی اون قسمت اونجا مسقفه. خیلی خوب، میخوایم از محوطه‌مون بگذریم بریم داخل 1000 متر بنا در 2 طبقه. واقعا از بنا نگم براتون. 1000 متری که اشاره کردم بیرون با کلیت این بناست. اون چیزی که مفیده 750 متره، با احتساب بالکونا میشه 1000 متر. این فضای داخلی که دارید میبینید واقعا به معنای واقعی کلاسیکه. تمام دیوارا ستونا ابزار خورده و یه سری حکاکی ها و نقاشی هایی هست که فوق العاده است. چند تا فضای نشیمن داریم در طبقه اول. اینجایی که من هستم فضای نشیمن مربوط به تلویزیون ماست. فضای دوم که بزرگتر نشیمن بعدیمون این قسمته. آقا چیدمان مبلا رنگ بندی ها واقعا خوب برای یک ویلای کلاسیک خیلی جذاب و با سلیقه است. و این قسمت هم میز نهارخوری ما محسوب میشه. ما 2 تا فضای غذاخوری داریم، یکی اینجا که کلاسیک تره و یه دونه این قسمت با این کانتر بزرگ و این جزیره جذاب و 8 نفره. هر آنچه که دارید پشت سر من میبینید آشپزخونه است. کابینت های ممبران سفید جذاب و جدا از این آشپزخونه که ما اینجا ساید و فرتوکار و ماشین ظرفشویی داریم، در این قسمت هم مطبخ تماما همه چی دوباره این قسمت هم داریم. یخچال، سرویس بهداشتی رو برای مهمان در قسمت پایین داریم. به علاوه اون یک خواب. اینجا خواب اول ماست در سایز، همه چی میگم سایز اینجا ابعاد بزرگه. در سایز بزرگ طبقه اول این خواب اولی انحنای خیلی بامزه اینجا داره. همونطور که گفتم ابزارهایی که میبینید روی ستون داریم. اینجا یک کلوزت رو داریم و سرویس هم که محمد میتونه براتون بگیره. بسیار خوب، میریم طبقه بالا 3 تا خواب رو با هم دیگه ببینیم. همراه ما باشید. از طبقه پایین که با پله ها میایم بالا، این یه تیکه خیلی جذابه. به محض اینکه میرسی طبقه بالا یه لابی بزرگ میبینیم، به علاوه این میز پوکر و در کنارش
باری که اینجا تعبیه شده. توی قسمت بالا 4 تا خواب داریم، به علاوه خواب پایین مجموعاً 5 تا خواب ما توی این ویلا داریم که به عنوان نمونه این خواب رو میریم در قسمت بالا ببینیم. خواب کینگمون محسوب میشه، همه جوره از سایز بزرگتری برخورداره، واکین کلوزت داره و همینطور سرویس بهداشتی. توی قسمت بالا 3 تا خواب دیگه‌مون، 2 تا خوابمون مهمان محسوب میشه، خوابای که سرویس نداره، خواب معمولی مونه. اینم خواب شماره 3 مون به علاوه پایین. خاص بودن اتاق خوابا به رنگیه که استفاده شده، هر خواب رنگ شاخص خودشو داره و از سایز خیلی خوبی برخورداره. اینجا که میبینید سرویس مهمانه برای طبقه بالا و اینم خواب جذاب بعدیمون، چون یک خواب کودک خیلی باحاله. میبینید رنگامیزی که شده مخصوص کودک. و در آخر چند تا نکته مهم در مورد این ویلا. این ویلا با تمام وسایل فروخته میشه، یعنی کاملا مبله و فرنیشه. برق 3 فاز شما تو این ویلا دارید، تمام انشابات و نصب و قیمت رو هم توی توضیحات حتما براتون درج خواهیم کرد و اگر هر سوالی بود و استعلامی بود از طریق شماره من با من در ارتباط باشید. تو ترجمان جهان بگو